غالب. نهایت خودت آمدی. چگونه جسارت کرده به اینجا آمدی؟ خیلی دینم خیلی توبه از تو میگریزم. برویم توف کرده مرا بیزن. هر کاری که میخوایی بکن. انا در مقابل تو هستم. تو مثل برادرم بودی، جانم بودی. چرا این کار را کردی؟ چرا خاموش نیست غالب؟ برای چی این کار را کردی؟ چرا؟ گپ زن آخر، گپ زن. بابا گپ زن، بابا اون سر گپ زن غالب، گپ زن. چرا این کار رو به من روا دیدی؟ گپ زن بگو. چرا؟ چرا؟ خیلی دید بچه ها. نکند این کارو بابا، سر ده دورو. آقای میتد، یعنی پدرت، اون نمیخواست که ما با هم واخوریم. بله. با گمان هم فکر میکند که نیتی ما جدی نیست، همین طور نه؟ بله. من شخصی نیستم که به کسی ضرر رسانم. خدا نگه دارد. یعنی نمیدونم دیگر چی گویم. فکر میکنم که ما باید دیگر وا نخوریم، این بهتر است. اگر چی میخواهید؟ چای میخواهیم. مایلش. در اینجا نمیشه بود آقای خیریدین. پگاه ساعتی 2 به فینر میایم میگویی؟ مرا وجدانم مرام نگذاشت. امروز نزدت آمدم. پگاه هم میایم. دروغ نمیگویی؟ وعده میدیم. رفتیم من برایم. مرحمتك نوشی جان. چی شد؟ اصلا باید با پدرت مینداری بیان کنم. چرا؟ زیرا وخوری ما رو من کرد. چی خیلی نه؟ آیا از من کردنی وخوری همون شد شدید؟ البته که نه. این کار سبب شد تا من هوشیارتر شوم. در این دنیا هرچی که داریم باید به قدرش برسیم. وقتی که انسان نعمتی بوده را گم میکند، بعداً به قدر و قیمتی اون میرسد. دست انسان همیشه همراهش است، اما اون را اهمیت نمیدهد. وقتی که دست رو به گل دراز میکنی و خوری اون به دستت میخلد، اونگاه دستت به خاطرت میآید و میگویی که دست داشتم. یعنی یوسمان، اگر تو راضی باشی من با پدرت مصلحت کنم. آخر ولی باست نریخت. نه. چرا خاموشی یوسمان؟ نمیدونم. حالا شما چنین میگویید. در اصل یکدیگر خوب نمیشناسیم. اگر این وعده های دادهتون موقتی باشد چی؟ اگر هر دویمون فریفته عشق شده باشد چی؟ یعنی یک بار فریفته این کار شدم، حالا میترسم. آخر گفتم کن من شخص حیله‌باز نیستم یوسمان. حتی بعضا حالتها از خودم هم شرم میدارم، لیکن همه ای کار رو با باوری آغاز میکنم. البته که اگر تو زید نباشی پس
شاید پدرت هم راضی شود. دیر شد. پیش از اونه که پدرم زنگ زنن خودم بیروم خوب می شود. سلام بیبی. خوش آمدید جانکان بیبی. کنید دروی. خوش آمدید آقای خیریدین. جانکانی من کنی زود با بالا رفته لباس هاتون روی بس کنی. مایلش بیبی جان. کنی برادرم زودتر کار حل کن. فکر تو با من عقل شد. از این کار میبرایی. از این کار میبرایم اما مادرم حجتهای خانه را نمیدید. مرا بسیار دوست می‌دارد لیکن سایه دست نمیگذارد. پگاه بیا یک جای میرویم. اول خانه رو میبینیم. بعدا کار حل میکنیم. نه دیر شده ایستاده است اکا. پول به من حاضر لازم است. پول به کی لازم نیست؟ راست میگید. خاطر نباش. خانه که هست کارا حل میشود. رحمت اکا سلامت باشید. من پگاه میایم کار را حل میکنیم. حل میکنیم. آقای خیریدین. خوب هستید آقای خیریدین؟ مگر بابایتون جنگ کردن؟ بله بسیار جنگ کردن. اون مرد رو چنان لطو کوب کرد که قریب از پای رفتید. کدام مرد رو؟ کی رو لطو کوب کرد؟ یادم در قبرستان یک مرد به نزدیک بابایم اومده بود. انا همون مرد. خالیب. یک کار آدم بر این انجام دادن نمیتوانی. اینها چی هستند؟ دارو برای گلها؟ نه سوزشواری است. سوزشواری؟ سوزشواری رو چیکار میکنی؟ آیا اینجا رو آتش میزنی؟ شرف آتش میزنم. اینجا رو خودم آباد کردم. خودم ویرانش میکنم. آها شاهزاده تشریف آوردن. شب شد نو میایی؟ من برای پیدا کردن مبلغ تمام قوام را صرف کرده ایستادم. او باشد مرا مسخره میکند. در این زمانه خوبی کردن حیف است. آیا یگان کار شده من بخبر موندم؟ اینش باز چیست؟ سوزشواری. سوزشواری؟ اینجا رو میسوزاند. به خدا که اینجا رو آتش میزند. چی میگویی یاسمن؟ پدر شما در اینجا چی کار میکنید؟ فکر میکنم. آیا یگان گپ شد؟
حالا نشده است. یگون چیز رو نفهمیدم. پدر هوا بسیار سرد است. بیایید به درون درویم. خوش آمدید آقای میدهد. شما؟ این خدمتگار نوی خانه است خانم جانم. از همین روز کار آغاز میکنم. سلام یاسمن. آیا مرا مبارکباد نمیگویی؟ با خدا چنان در حیرت موندم که چی گفتنم رو نمیدونم. آقای خردین گپ زنید. چی شد؟ التجا میکنم خاموش نیستید. پروردگار چی شده باشد؟ شام بخیر. خوش آمده پسرم. پدر چی شد؟ بخیر است؟ امروز غالب آمد. چی؟ با کجا پدر؟ کی آمد؟ پدر چرا با من خبر ندادید؟ آرام شو پسرم. ناگهان او رو دیدم. نه وقت برای زنگ زدن بود و نه وقت برای سخن کردن. پس چی شد؟ سببی تهمت کردنش رو فهمیدید پدر؟ آگاه در فنر از او حسابات میپرسم. با فکرم که اونقدر زنی بد نمی نماید. بله زیبا است. ایست نباید فهمد که با ما معقول شد. نباشد از خود می رود. نیشه گوش کن. میدونی که مادری اپای فریده خدمتگارمون است. چی؟ انسان یه عجایب است. بگمونم که مناسبتشان با اپای فریده خوب نیست. نیه؟ چرا؟ نمیدونم. چرا پدرم یگون مرتبه از من نمیپرسد؟ خوراک آماده شده است. دختر آقا مرحمت به سری دسترخوان. من پدرم را جیغ میزنم. التماس شما گذارید. من خودم جیغ میزنم. نیشه یک حادثه عجیب رخ داد. همش رو میفهمونم. چه خیل حادثه؟ امیر. امروز امیر رو دیدم. چی؟ کنی فهمون؟ حالا صبر کن پدرم نشنوم. بعد میگویم. خوراک آماده شده است آقای میتت. دخترها در سر دسترخوان منتظر شما هستند. فردا یک جا می رویم پدر. پسرم این مسئله من و غالب است. خودمون حل میکنیم. نمیخواهم که تو دخالت کنی. پدر از ایام کودکی این وقت رو انتظار بودم که روزش رسد و من قصد شما رو ستانم. برای انتقام گرفتن نه، برای عدالت، برای آسایشتگی خودمون. پدر پیش راه مرا کسی گرفتن نمیتواند. این دعوای من هم هست. تو را دیده و دانسته با آتش نمیپرتویم.
نه فعالیتت رو، نه آینده‌ات رو و نه جگربندم رو. خطری که به نزدیکی از سرمان گذشته بود مرا خواطر کرد. محض برای همین کار شما رو تنها نمیگذارم. بس کنید، بس. به هیچ کجا نمیروید. دلم میکفد. نخود که انسان دیده دانسته به سوی اجل رود. شما دیوانه شده اید. امیر جوان است و خونش در جوش است. شما چی؟ آیا یک مردی پیرانسال از پی قصاص گرفته رود خوب میشود مگر؟ 1000 مرتبه گفتم که مقصد من قصاص گرفتن نیست. اگر این خیلی بود در همون لحظه ای که او رو دیدم جانش رو میگرفتم. پس برای چی میروید ها؟ برای صحبت دوستانه میروید؟ انسان بیگناه را تهمت کردن بزین ترین گناه است خانم. این بار را برداشتن آسان نیست. چرا غالب مرا تهمت کرد؟ چرا حیات مرا سوزاند؟ چرا این عمل را با برادر جانی خودش روا دید؟ جواب همش را پگاه یک به یک میدهد، یک به یک. پدر، من هم پگاه همراه شما میروم. مرا نگذارید هم همراهتون میروم. چرا خوراک نمیخورید پدر؟ پدر خوب هستید؟ امروز به شما چیزی رخ داده است؟ پدر چرا این خیلی نگاه میکنید؟ گویا که آخرین دیدار بینیمون باشد. معلوم نیست دخترم. هیچ کس نمیداند که اجل کی میرسد. این چه خیلی سخن است پدر؟ دخترها، این دنیای فانی است. رفت و آمد زندگی را خودمون انتخاب نمی کنیم. انسان باید همیشه برای این دنیا را پدرود گفتن آماده باشد. پدر چرا چنین میگویید؟ میلش به شما اشتهایتون. ظاهرا نمیفهمید، اما میدانید که شما را باطنا چقدر دوست میدارم. میدونیم پدر جان. چی گپ است؟ بخیر است انشالله. خوراک آماده شد پدر. آمادم دخترم. شرف، کمی صبر کن. من مبلغ را پیدا میکنم. چرا تو با من باور نمیکنی؟ آن کارهایی که تو انجام دادی کی دیگر به تو باور میکند؟ صبر کن، حالا تو را در حیرت میگذارم. در حیرت گذاشتن این وظیفه تو است. خوش آمدی شرف. سلام. خود تو چیو نکی؟ چه خیر شیر بچه؟ خوب، خوراک تیار است. تو چه خیر خوش روی؟ بچه ها بیایید تستر. دست های تو رو شستید؟ بله شستیم. شینید بچه ها. شام بخیر. شام بخیر. شام بخیر. پسرم، در گلخانه چی گپ و خبر؟ هیچ خبری نیست پدر. مرحمت بسری دسترخوان. من گرسنه نیستم. با شما اشتهایتون. آیا در گلخانه یگان واقعه روی داد؟ با گلخانه سوزشواری برده است. چه خیلی سوزشواری؟ سوزشواری باز چه خیلی میشود؟ با خدا گلخانه را میسوزاند. تو چه ها میگویی؟ به خدا قسم، باور کنید پدر، باور کنید. اشتباه میکنی. واهمه کردن رو دست میداری. شاید در نظرت چنین نموده است. با کجا آقای خیریدین؟ یگان چیز هم نخوردید؟ گرسنه نیستم. خدایا توبه. مرا باور کنید، به خدا که گلخانه را آتش میزند. در لب ساحل نشستیم. بعد چی شد؟ نشه امیر یک چند سخنها گفت. چی گفت اپا؟ فهمم؟ سخنهای خوب گفت. چه خیلی سخنها اپا؟ آخیر چه خیلی فهمونم. سخنهای خوب گفت. اپا آیا؟ نه، یگون گپی انیق نگفت، لیکن کنایه زد. کنی گپ زن اپا؟ چی ها گفت؟ دست گفت، خور گفت، گل گفت.
گفت که همش رو جمع کنیم میفهمی. دیگر گپ نیافت که چونین گفت. همین خیلی گفت. بسیار خوب، لیکن پدرم وخوریتان رو منع کرده است. پدرم گمان میکند که نیت او جدی نیست. بله، لیکن او چنین مرد نیست. میگوید که پدرت رو راضی میکنم. بعد چی؟ اما میترسم نشه. بعد از کارهای کرده تیمور نمیخواهم که دوباره فریفته شوم. این خیلی فکر نکن اپا. تیمور تو رو فریب داد، خوب شد. آخر او را در حقیقت دوست نمیداشتی کو. این مراتب کارها تماما دیگر است. بله تماما دیگر است نشه. نمیدانم چرا، لیکن چون این احساس میکنم که کارهای درست کرده ایستادم. شناساییمون هم در مدت خیلی کوتاه وقوع یافت. اگر امیر همه را فریب کند، به خدا که دیوانه میشوم، دیوانه. اپا با دقت باش. اگر پدرم یگان گپ را شنود. نشه، این رو فکر کردن نمیخواهم. مانده نباشی انگا. رحمت امیر. امیر؟ لبای. یاسمان رو گرفته رفتی و دیگر بر نگشتید. بله. و شعبه پلیس رفتیم و در یک جا نشسته چای نوشیدیم. بسیار خوب. من هم میخواستم. چی رو؟ امیر، تو هم خودت رو مثل یاسمان به نادانی نزن. ینگا، مقصدی گپت رو میفهمم، اما چی؟ یاسمان در این باره چی فکر میکند، چی حسیات دارد، اینش رو نمیدونم. گوش کن، گپ رو دور دراز نکرده میگویم که یاسمان هم مثل تو شده است. هر دویتون یک خیل فکر میکنید. وقتی که او تو رو میبیند چی گفتنش رو فراموش کرده، خودش رو گم میکند. راست میگی؟ مگر این رو احساس نکردی؟ یاسمان مایلش، پدرم منتظری چای است. با همه گپ میزند، با من نه. آخر من مادری او هستم. خیر، توکلش بر خدا. مرحمت پدر. رحمت. نوش جانتان شود. پگاه ساعتی چند با غالی وام میخوری؟ پسرم، من جدی میگویم، آمدن تو شرط نیست، لیکن از تو یک خواهش دارم. بفرمایید پدر. سلاحت را با خود گیرم. سلاح را چیکار میکنید؟ معلوم نیست، شاید یکان دام آماده کرده باشد. سلاح را تنها برای احتیاط میگیرم، نباشد با خدا پناه میبرم از سلاح را استفاده بردم. من و سلاح همراه شما میرویم پدر. امیر. پدر، این اولین مرتبه میشود که سخن شما را رد میکنم. مرا ببخشید. لب به شفق. غالب، پگاه حتما واخوردنمون در کار. پگاه نمی شود. واخوری دارم. چهل واخوری؟ آیا از کارهایمان مهمتر چیزی هست؟ راستی گپ در تعجب افتادم. خیردین. به خیردین وعده دادم. چی؟ چهل وعده؟ با خیردین چیکار میکنی؟ غالب، تو دیوانه شده ای؟ وعده دادم. پگاه این کار را خاتمه میبخشم. خواطر مباش، این کاری تو نیست. نامی تو را فاش نمی کنم. حسابات خودم را می دیم. ای آدم، آیا تو دیوانه شده ای؟ به اجازت من هر کاری که خواهی کردن نمی توانی. منو فهمیدی؟ غالب، غالب. غالب، اگر قسم را هست و نسیتانم نامی من نباید نه. در دستتون چیز مادری خوشرویه کرد؟ هیچ چیز، یگان چیز نیست. مادر، شما حجتهای خانه و سندها را در کجا پنهان میکنید؟ چی کار میکنی؟ همین خیل. چرا پرسیدی؟ گفتم کنی بینم یگان چیزی مهم پیدا کنم، یعنی برای شراب به پول مبادل گردانم. جانکی من، اینقدر در غمی برادرت بوده.
آخر ما چی داریم که آن را با پول بدل گردانیم؟ از کجا دانم مادر؟ شاید در بینشان یگان حجت‌های گلخانه باشد. نیست پسرم، نیست. یگانه دارایی ما این خانه همان است. دیگر یگان چیز نداریم. پسری بیچاره هم ناچار مانده است. این مشکل را خدا خواهد من حل میکنم. غمگین نشوید مادر. انشالله. کنی من رفته پدرت رو بینم. حتی شما مرا باور نمیکنید مادر، لیکن همه شما را به حیرت می آورم. همه اتان را. شرف، یاشار راست میگوید. چی گفت؟ گفت که در گلخانه 2 ظرف سوزشواری دیده. بعد چی؟ باز یگان کاری خطا نکنی میلش. گلخانه را آتش نمیزنی آخر؟ کاری یگان کس نباشد. خواهم آتش میزنم، خواهم ویران میکنم. نکن شرف، نخود آدم مهنتی کرده اش را برباد دهد. آیا شخصی که گلخانه را میگیرد چی کارش میکند؟ او گلخانه را نه بلکه زمینش را میفروشد. من نمیخواهم که مهنتی مرا دیگر کس برباد دهد. شرف، خدا نشان ندهد تو را زندانی میکنند. فریده، این گلخانه تمامی هستی و نیستی من است. میدونم شرف، مرا فرزندانمون را فکر کنی تیموس. خواطر نشو. امیر کار میکند، پدرم یگان جای کار مییابد، هرگز گرسنه نمیمانید. آیا فکر میکنی من از گرسنگی میترسم؟ من با یک بریده نان خشکم قناعت میکنم، لیکن اویله بی پدر نمیشود. باز بی تو بودن زندگی برای منو ندارد. فریده، دادا چرا با پایان نمیفروید؟ دلمون تنگ شد. حالا اونقدر خوب نیست بچه جان. برای گلخانه غمگین شدید؟ بله. پیش از فروختن ما رو به گلخانه ببره دادا. من یک گل شنونده بودم، او رو دیدن میخواهم. من هم دیدن میخواهم پدر جان. التماس بگو یک جای میرویم شرف. آخران بار گلخانه رو ببینیم. میلش میرویم. دادا جانی من. لیلا، من یاشار. یاشار، در کجاها میگردی؟ خوب هستی؟ خوبم، خوب. در خانه مادرم هستم. مسئله جدا شویتون چی شد؟ بعد گپ میزنیم. حالا باشد یک مسئله بسیار عاجل برآمده است. مسئله عاجل؟ عاجل گفتم کو، مسئله حیاتی است. لیلا، من احتیاج به 50,000 لیره دارم. 50,000 لیره؟ چی شد؟ بخیر است؟ پیسه دور دراز است. آیا تو از یگان بانک قرض گرفته میتوانی؟ میتوانم، لیکن از همه زیاد 20,000 لیره قرض داده میتواند بانک. این مقدار پول را در چند روز میگیری؟ نمیدونم، شاید در 1 هفته یا 2 هفته. اوف. چی شد است یاشار؟ چی خیلی مشکلی است؟ مسئله حیاتی است. خیر میلش، خودم حل میکنم. سلامت باشی. یاشار، لیلا کیست؟ مادر، یک شناسم. چخل شناسد؟ یاشار، مرا گوش کن پسرم. سخنهای کلین راست است؟ آیا به زنت خیانت کردی؟ مادر، عقل و هوش من در گلخانه و شما باشد کیم چی ها میگویید؟ مرا گوش کن یاشار، بر زمین اینقدر درد نمیخواهم که باز با تو آواره شوم. چرا با من آواره میشوید؟ من بیگناهم، به کاری خودم آوارم. خدایتان. پروردگار، 4 پسر دادی، هر 4شان دردی سرم شد. دردی سرم. الو؟ این من نباید.
لبای نباهت. مگر تو دیوانه شده ای؟ با خیردین با خوردن میخواهی؟ مجبور هستم نباهت. این کار رو نکن. فکر من و خودت رو نکنی، فکر فرزندهایت رو کن. پسرم تو رو آرام نمیگذارد. اگر این کار به دادستان رسد کسی تو رو نجات داده نمیتواند. تمامی مال و ملکت رو میگیرند. فرزندهایت پریشان میشوند. فرزندهایم اکنون از عهده نگاه و بینی خودشان میبرایند. من دیگر چاره‌ای ندارم. عذاب وجدان مرا آرام نمیگذارد. این کار رو نکن. به خیردین چی رو میفهمونی؟ همه‌اش را. غالب اگر او فهمد که از تو پول گرفتم، اگر سببی پول گرفتنم رو فهمد که من طولی چندین سال از این حادثه با خبر بودم، مرا زنده نمیماند. میفهمی؟ میفهمد نباهت، میفهمد. من دیگر با این عذاب وجدان زندگی کردن نمیتوانم. دیگر صبر و طاقت پنهان شدن رو ندارم. باور کن ندارم. خانم فاطمه خیر، میلش سلامت باشی، سلامت باشی. مادر چی شد پسرم؟ نان خریدنی بودم، میبینم که شما خریدید. من گرفتم، بیا گذر. شما با کجا بروید؟ من همه خواهم که گل شنانم. گلهای شنانده امون رو میبینیم. نان نیشته نمیکنه؟ در همانجا میکنیم. رفتیم. با پسری دوست داشتم گویید که با گل خدا نهاید. آخر او برای تو شده جانش رو داده ایستاد از پسرم. لبای نانشتا تیار است آقای میتت. من نانشته نمی کنم رحمت. پس میخواهید که اینجا بیارم؟ خانم جانان گفتم که نانشته نمی کنم. فهمیدم، مرا ببخشید. آقای خیردین نانشته تیار است. تنها یک پیاله چای میخواهم. پدر کی میرویم؟ حالا وقت هست. فرصت یافته پدرم رو فهموندم خوب میشود. از همه روحی خوب این است اگر فهمد که شما وا میخورید قیامت رو به سرتون میارد. میدونم. شما اگر دخترها چرا من که در آمدم خاموش ایستادید؟ من مثل مادرتون هستم. آقای میتحت نانشته نمی کنند. همراهی شما نشینم ناراحت نمی شوید؟ نه البته که نه. کنی مسئله محبتتون را فهمونید؟ خواطر نباش جونکم. از دهانی من سیر و اسرار نمی براید. طبقچه پنیر رو با من ده نشه. ببین این گلی من است. چقدر کلان شده است. من هم حاضر گل میشنانم. یک پیاله چای دیگر ریزم؟ رحمت پینور شین تو هم. میلش. دادا اگر اجازه دهید من همه خواهم که گل شنانم. هر کاری که میخوایی کردن کن. شرف دیگر غمگین نشو. تقدیر همین بوده است. در همه کار خیر نهان است. تو هم مثل پدرم گپ نزن. در کجای این کار خیر است فریده؟ این شما نمیدونی. کاری ما ضرر نرسانیده صبر کردن است. کارو دوام دادنگیر عاقبتش رو میبینیم. فریده میدونم که شرف غمگین شود. تو هم غمگین میشوی. اگر پگاه پول نیابیم از اینجا برآمده میرویم. همه شرف رو نصیحت میکنن. یک مرتبه فکر کن. شرف بیچاره عرق جبین ریخته اینجا رو آباد کرد. اما
کنی بچه ها بیایید می رویم. کنی بیا دخترم این رو پوش. پدر جان می روید؟ بله دخترم. من با شما گپ زدن می خواهم. بعد گپ میزنیم. بعدن یاسمن. مایلش. برای کار آقای میتد. پدر؟ وقتش آمد پسرم. من آماده هستم پدر. التجا میکنم آقای خیردین نروید، قربانتون شوم نروید. عاقبت این کار بد میشود آخر. با او سر و کار نگیرید، زورای تولا میکنم نروید. با سر و کار گرفتم خانم. سالهای دراز این وقت رو انتظار بودم. من برای از این آدم ها حسابات پرسیدم، برای عدالت را جاری کردم پالیس شدم. حالا اگر دیده و دانسته این ناحقی را پس سر کرده سکوت کنم، چگونه به راحت خواب میروم؟ خودتان را بیهوده خسته نکنید. مجبور هستم که بروم. آقای خیردین نروید. آقای خیردین نروید آخر. نرس. پدر جان من هم با شما بروم، شاید کمکم میرسه. رحمت پسرم، لازم نیست. این کاری شما نیست. سلامت باشید. خیریه، این مراتب سخنی بد نگفتم. بس کن یاشر، باز با تو آواره شدن نمیخواهم. این هم باز بلا به سرمون میآید. چه خیر بلا؟ کدام بلا مادر؟ به نزد غالب رفتم. غالب؟ همان شخصی که پدرم رو تهمت کرده بود؟ مادر بخیر است؟ یک دو لباسم مانده بود، آنها را گرفتنی آمدم. نبیره هایم خوبی؟ خوبیم. به خانه نوادت کردید؟ کارهایتان چخیر؟ مثل خانه خودم است، براحتم. بسیار شاد شدم مادر جان. ولیده میبینی که چند مدت پس خانه از خودم میشود. چخیر؟ صاحب خانه بسیار مردی خوب است. چخیر گویم، مردی حقیقی است. کار شما چی؟ یعنی جانکم نیتی من با این مرد ازدواج کردم. مادر هیچ گپ نی آخر، هر دویمان به عائله هستیم، بسیار خوب می شود. مادر فکری مرا پرسید اگر من میگویم که هیچ وقت خوب نمی شود. هیچ کس از تو نپرسیده است. خوب شده است مادر، خودتان میدونید. خوب مایلش. آمده است. میآید پدر؟ میآید. او خدایا، وای بر حال من. خدایا به امیر یگان حادثه رخ ندهد. من از بحر خودم گذاشتم، حق کردم، لیکن پسری جوانی من باز رو نپرونند. پروردگار رو در پناهت نگه دار پسرم رو. شرم میکنم که از تو یگان چیز بخواهم، اما آخر من مادر هستم.
به حرمت مهر و محبتی که در دل من انداخته ای پسر و شوهرم را در پناهت نگه دار. آیا تو دیوانه شدی؟ فکر میکنی که با خوریت رو با خیریدین اجازت میدیم؟ این کار بین من و خیریدین است. مسئله دو دوستی پیشینه. تو دخالت نکن، فهمیدی؟ آیا فراموش کرده که من هم در این کار همراه هستم غالب؟ نمیروی؟ اگر لازم شود تو را زیر کرده گذشته میروم. گفتم نمیروی. چگونه پیش راهی مرا گرفته میتوانی؟ مرا با چی میترسانی؟ همه جانی به فکر کرده آنجا میروم. مرا نترسان. رفته نیر دو آدم را روان کردم. اگر رفتنت را ادامه دهی خیر دین را زنده نمیمانم. تا به این درجه وحشی شده ای؟ من غم جانم را میخورم. تو باشی عذابی وجدان گفته گشتی. اگر به آنجا روی شاید وجدانت راحت یابد، اما وقتی که خیریدین مراد یک عمر خودت را بخشیده نمیتوانی. پدر جان، چرا این آدم رو باور کردی؟ ناامد آخه. فریب خوردم پسرم. وقتی که حالتی پشیمانی و شرمندگی رو در چهره او دیدم باورش کردم. یک چیز رو نفهمیدم. مادامی که جسارتی با شما واخوردن ندارد، پس دیروز چرا به نزد خانه ما آمد؟ معلوم که جسارتش موقتی بوده است. باز یک مرتبه دیگر مرا سوزاند غالب. انا این خونه ما است اکا. زیباست. حجتهای خانه در دستت است؟ البته اکا. بسیار خوب. چی شده اکا؟ یاشار پسرم چی گپ است؟ مادر هیچ. با رفیقم تماشا داریم. چرا تماشا دارید؟ خانه‌ات را تماشا داریم اپا جان. خانه زیبا. رحمت بخیر است؟ رفیقم است. گفتم که یک به خانه تشریف آوریم. اپا جان حجم این خانه چقدر است؟ اویله ما بسیار است. برای همین میپرسد. اکا خانه کلان است، یعنی به همه همون کافی است. با درون دارید اقلا یک پیاله چای نوشید. پسرم یاشار با فکرم که گرسنه نشده ای. نه لازم نیست. خانه را دیدیم بس است. امی خیلی اکا؟ راست میگویی. خیر مایلا شما میرویم مادری خشوری کنم. مایلاش دیر نکنی پسر. خاطر نباشد مادر جان. روزتون بخیر. خیلی خشرو ها؟ پول رو میدی؟ اول حجتهای خانه رو بیار. اکا حجتهای خانه به نام مادرم است. مایلش یک نسخه‌اش رو بیار. نباشد از کجا میفهمم که خانه به نام کی است؟
سلام علیکم. و علیکم السلام. اکای محمد خوب هستید؟ رحمت خوبم. عذر میخواهم در وقتی کارتون اومدم. اگر کار داشته باشه شما رو ناراحت نمیکنم. نه پسرم، آمدنت خوب شد. گذشته شین. بسیار هم مقاله پرهیجان را خوانده ایستاده بودم. با تو نقل میکنم. با خیر است. یکی از فیلسوف‌های قرن یکم اپیکتیتوس در مقابل نیران با ناتراموت چنین میگوید: دوستم تو چه ها میگویی؟ آیا ما را با زنجیر بستن تهدید میکنی؟ پایهای ما را زنجیر بند کرده توانی هم، اما اراده من ابدا آزاد است. حتی یوپیتر آزادی اراده ما را به اسارت گرفته نمیتواند و گفت که تو هم اراده ما را نیز کرده نمیتوانی نیران. انسانی عجیب. در آن زمان ها مردی دلیر هم بوده است. آیا آزادی اینقدر مهم است اکای محمد؟ بله مهم است. عاقبت غلامان زنجیربندی که با تفکرند آسان است، لیکن وای بر حال غلامان جاهل. آخر حاضر زمان غلامداری نیست کو؟ در این زمان تنها غلامان جاهل ماندند. یعنی چه خیل؟ با این گروه مردم نظر کن. گمراهانی هستند که غلام شیطان و نفسهایشان شدند. از پای منفعت دنیا شده آخرتشان را از دست دادند. انا چونینند غلامان این زمان. از این نقطه نظر بگیریم در اصل راست است. بله راست است. دقت کن. همان توده مردم امروز بازیچه دست دنیا پرستان شدند. آیا هر روز از پی فتنه اندازی و نقشه های غلیظ و فساد نیستند؟ آیا برای مال و مقام و منصب جان خود را فدا نمی کنند؟ برای زیبایی دنیای دو روزه آخرتشان را نمی فروشند؟ اگر از آنها پرسی که چرا چنین می کنید، میگویند که ما در جستجوی خوشبختی زندگی هستیم، لیکن درک نمی کنند که حکمت زندگی این نیست. استاد عذر میخواهم، لیکن چرا درباره این موضوع سخن میکنید؟ تو خودت این موضوع را آغاز کردی اما درک نکردی. پسرم، انسان در این دنیا یا آزاد میشد یا غلام. خدا به تو اراده داده است، نعمت عقل را داده است. با یاری عقلت حقیقت را انتخاب کن. با ارادت باشد مانع خواهش های نفست شد. دل بر این دنیا مبند. دنیای فانی بگذرد. نوبت پیری درآید، نوجوانی بگذرد. امیر در کجاست؟ چه شد آقای خیردین؟ نترس، غالب نامد. شکری خدا. خداوندا شکرانه تو رو میکنم. شکر. چی شد؟ هیچ چیز نه. غالب نامده است. لبای روز بخیر. روز بخیر. با یاشر صحبت کردن میخواهم. دخترم تو کیستی؟ من لیلا، یک شناسش. سلام. سلام. چی شد؟ پدرت در خانه است؟ پدرم نیستند. چرا؟ میخواهم که با پدرت صحبت کنم. اویدی هر بیام. پدرم بر اومدند. کی بر میگردند نمیدونم. اگر اجازه دهی انتظاری پدرت شوم بهترش همینه. یک قطار مسئله ها رو بررسی نکنیم اگر نافهمی های زیاد میشه. تا آمدن پدرت در نزد در انتظار میشه. دیگر امید نیست؟ نیست پینر. پول نیافتیم. پولی که در خزینه مونده بودی اون را از آنجا گیر. التجا میکنم غمگین نشوید. من همیشه همراه شما میمونم. یعنی باز از نو کار آغاز میکنیم. اینجا نشود دیگر جای رو میکوبیم. آیا یگان مسئله مهم را بررسی داریم؟ بیهودگویی نکن. چه خیلی مسئله؟ از کجا دانم؟ ایه
چی میکنید؟ از اینجا میره به چی؟ پگاه میرویم. یه برادر کمی صبر کن. پیش از پوده چنگ نانداز. شاید از یگونجا پول میابیم، کی میداند؟ عقلت رو به سر گیر یاشار. اینجا عالمی خیالات نیست. باوریم نمیآید. در نزد خانه از برای شما شده انتظار است. وحیمه نکنشه. انتظاری پدرم است. با پدرم صحبت کردن میخواهد بیچاره. میترسد که باز یگان نفهمی رخ ندهد. برای همین. لیکن راست میگوید. یگان کس اگر برای من چنین کارو کند، بعد چی کار میکنی نیشه؟ نمیدانم. شاید مثل شما رفتار میکردم. ابد حق دارد که فکر کند. شکر که سین سالش برای شوهر کردن رسیده است. با او قهوه میبرم. تویست من میبرم. نه من خودم میبرم. زحمت کشیدی. نوش جان شود. هوا بسیار سرد شده است. همین خیلی. اگر خونو خورده باشی با خونه درو. نه خونو نخوردم. یاسمان لبه من اومدم که با پدرت صحبت کنم. آیا تو یگان چیز گفتی بگو؟ مسئله چیه؟ این طور باشد گوش کن. گپ زند. راضی هستی که با پدرت صحبت کنم؟ بله. یعنی البته از همه راهی خوبش هم دیگر فهمی است. حجتهای خانه در کجاست؟ چی کار میکنی پسرم؟ مادر مرا ترساندید. برای چی میترسی؟ چی رو میکوبی؟ هیچ چیز رو نمیکوبم. کتاب میکوبم. حوث کتاب خانه هم آمده است مادر خوش رو یکم. کتاب میخونی؟ البته مادر. قرار دادم که کتاب خوانده دانشمند شوم. چی مرا باور نمیکنید مادر جان؟ باور کردم. اول گپ زن که خانم لیلا کیست؟ اوف مادر اینش از کجا پیدا شد؟ امروز زنگ زده بود. مرا گوش کن. دروغ نگوی. با من دروغ نگوی. یک شناسم است مادر جان. شناسم است. فهمید؟ مثل امیر تو هم خاموش ایستاده چیزی نگوی. کنی بینیم تو بکای سیرت را پنهان میکنی. این کار این خیلی پیش نمی رود. آیا با تو صحبت نکرده بودم جوان خوشرو؟ کرده بودیم جناب. آیا نگفته بودم که دیگر وان نخورید؟ بله گفته بودید. گفته بودید که نیتی تو جدی نیست. برای همین نخواستید که دیگر ما با یکدیگر واخوریم. من جناب اگر اجازت میدادید من با یاسمان واخوریمان رو دوام میدادیم. یعنی گفتنیم که نیتم جدی است جناب. ای جوان خوشروی با تو کی صحبت کرده بودم؟ دیروز. یعنی در مدت یک روز نیتی تو 180 درجه تاب خورد. همین خیلی؟
البته که در مدت یک روز نه. یعنی من آدم های دورویه را دوست نمیدارم. امروز چنین میگویی فردا چیزی دیگر. این خیلی نمیشود جوان پسر. باز پس فردا خدا میدونه چه ها میگویی. این برای تو باید درس شود. سخن از دهان یک مراتب میبرد.